دیگه حدیث ها میاد جناب رسول صلی الله علیه و میگه وقتی خداوند حضرت جبرائیل خلق کرد، جبرائیل علیه السلام میگه در 40,000 سال 2 رکعت نماز خون، و خاطره که شکرانه ای که خداوند او را خلقش کرده است. 20,000 سال یک رکعت، 20,000 سال یک رکعت، بسیار نماز طولانی دراز. وقتی نماز اختیار کرد میگه دعا کرد، گفت پروردگارا یگان بنده داری که به اندازه من تر عبادت کرده باشه، تا عبادت زیاد وقتی دراز. میگه خداوند گشت گفت که ای جبرائیل، گفت من تو و تمامی هستی دنیا را به خاطر یک شخصیت خلق کردم، نامش محمده صلی الله علیه وسلم. گفت امتی او در آخر زمان به دنیا را میاد، عمر کوتاه داره، 60 سال 70 سال عمرش. در اندک وقت برای من 2 رکعت نماز میخونه. همون 2 رکعتی که میخونه پرای کمبودی های، پرای سهو و خطا های. در نماز فکرش در کار دنیا های، نمازش به زوری میخونه، مجبوری میخونه. گو ای جبرائیل به خاطر حبیبم، به خاطر محمد، گفت همون 2 رکعت نماز امتی او که پرای کمبودی های 40,000 ساله تو بهترش میدونم. گفت همون 2 رکعت نماز پرای کمبودی را 40,000 ساله عبادت تو بهتر. یعنی ببینید که خداوند چی مقام، چی قدر برای ما داده است. باید که ما با قدر این نعمت ها برسیم که خداوند این قدر مرتبه و مقام برای دیگه امت ها نداد و دیگه پیغمبرها را نداد. الحمدلله که خداوند خودش ما را در قرآن تعریف میکنه، وصف میکنه، میگه کنتم خیر امت اخرج للناس. ای امت های محمد شما فخر کنید، میگه شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته. 124,000 امت گذشتگی هست، در بین 124,000 امت میگه ای امت های محمد شما بهترین امت هستی. در شب معراج وقتی جناب رسول الله به خداوند صحبت میکرد، گویا پروردگار من بهترین پیغمبرها، امتم بهترین امتها، چی سبب ای که امت من در آخر دنیا به دنیا را آوردی و برای چی که برای امت من عمر کوتاه دادی. میگه خداوند گفت که ای حبیبم، گفت ای محمد، گفت امتی تو را در آخر دنیا به دنیا را آوردم که چی کم در خاک خواره، در گور کم خواره، وقتی که بندگی کرد اندک وقت بزگره و ایس قیامت شد و در حال با او را در جنت بدرارمش. نباشه ای دور حضرت آدم و نوح میبودی ولی 4-5 هزار سال شد که این لحظه در خاک خواب بودی و عمر کوتاه دادم برای امتت که در دنیا کم گناه کنه، در دنیا گناهی کم کنه. ببین که خداوند مهربانشه. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و میگه که اهل الجنت 20 و 100 صف 80 من هذه الامه. میگه در روز قیامت جنتی ها 120 صف میشوند. اگه خداوند عددی و خودش میدونه، میگه 80 صف جنتی ها امت های منن. 120 صف 80 تاش امت های منن، 40 صف دیگهش امت های دیگه پیغمبر ها. نگاه کنید که چی مرتبه و مقامی بلند. یا در حدیث دیگهش میگه ان الجنه حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. میگه جنت درمدنش حرامه برای تمام پیغمبرها حتی که من ندارم. میگه و حرمت علی الامم کلها حتی تدخلها امتی. میگه برای تمام امتی گذشته درمدن جنت حرامه تا امتی من در اون نداره. ببینید فضیلت و مقام و مرتبه خداوند برای ما داده است. باید به قدر ای برسیم، شکرانش به جا بیاریم. جنت برای حتی در آیتی که در سوره وضحی خونده ولسوف یعطیک ربک فترضی، خداوند گفت در برابر گناهکارای امتت ای محمد، گفت ترای خودم راضی میگردم، چندی که شفاعت کنی کدومشه که بخواهی من ای دوزخ خلاص مینم به سبب شفاعتی تو. میگه جناب رسول الله را پرسیدن که در کدام حالت ای پروردگار راضی میشه؟ گو ان لا ارضا و واحد من امتی فی النار. گو من ای پروردگار راضی نمیشم اگر یک امتم در دوزخ بمونه، اگر یک امتم در دوزخ بمونه. گو من ای پروردگار تا آخرون گناهگار امت مگو ای دوزخ نگیرم من جنت نمیرم. ببینید دلسوزی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی در روز قیامت جبرائیل میگه ای خاک میخیزونش، میگه قم یا حبیب الله، قم یا صفی الله، ای حبیبی خدا، ای صفی خدا، ای نبی خدا، بخی ای خاک. میگه جناب رسول الله نمیخیزه. بعد خدا میگه ای جبرائیل او را به این ما فریاد نکن، او را بگو که بخی ای غمخوار گناهگارا، خب بگو یا شفیع المذنبین، ای دلسوز غمخوار گناهگارا بگو. میگه وقتی حضرت جبرائیل میگه ای شفیع ای غمخوار گناهگارا، جناب رسول میگه ای خاک میخیزه، خاک ها ایریش و رخساره هاش میریزه، میگه هر سو میکاوه.
جبرائیل میگه چی میکنی؟ میگه امتام در گجاهن. من در خاک خواب بودم خداوند به امتهای من چی کرد؟ اونا را گجا برد. اونا همش امید شفاعتی من نداشتن. و میگه جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله یکمین شخصیت ای خاک خسته استی امتات همه خواهن. میگه جناب رسول الله میگه ای جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله میگه امروز میون من محکم میبندم از کفای کار بار گناهگارای امت میشه. ببینه که چی پیشوای دیرسود در روز قیامت تمام پیغمبر میگه نفسی نفس ای پروردگار خود ما خلاص کن. حتی حضرت ابراهیم میخسته میگه که الهی ای پروردگار میگه انا خلیلک ابراهیم، من دوستی تو من ابراهیمم، در دنیا با مقام خلیلی رسوندیم، در آخر گفتی سلاما علی ابراهیم، ای ابراهیم تو با سلامتی رسیدی که ای امتحان من سلامت گذشتی، من همو ابراهیمم، لا اسالک الیوم اسحاق ولا اسماعیل، من امروز اسحاق اسماعیل بچه ها ما تو نمیپرسم، خود ما عذاب خلاص کرد. پروردگار میگه خلیلی، میگه ابراهیم هل رأیت خلیلا یعذب خلیله، میگه ابراهیم یگان دوست دیده که دوست عذاب داده باشه؟ میگه پروردگار قهر غضب اترا دیدم دوستی خود ما فراموش کردم. تمام پیغمبرها حضرت یعقوب میگه پروردگار هم یوسفه که ای داغش سوختم و کور شدم، هم یوسف امروز در کارم نیست، خودش میدونه جواب گویش خود ما خلاص کرد. تمام پیغمبر میگه که نفسی نفس، ای پروردگار نفسی خود ما خلاص کرد. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله گریه کرده میخسته ایجاش می اومده به نزد عرش پروردگار سر در سجده می اومده با چنان میگه میگریسته که ای گریه جناب رسول میگه عرش و لوح و قلم همه در گریه میزدن، جنت و دوزخ همه در گریه میزدن، میگه در لرزه میزدن. حتی میگه عرش میگه که ای پروردگار این محمد چیزی میگه بتیش که گریه ای دلهای ما را پاره پاره کرد، دیگه طاقت شنیدن گریه را نداره. جناب رسول الله میگه که ای پروردگار میگه من امروز رنگ دیگه پیغمبرها نفسی خود من نمیپرسم، من ای امت ها میپرسم، امت ها ما ای عذاب خلاص. بعد خدا میگه که حبیبی محمد، میگه ای جان ای محمد، میگه ارفع رأسک، سرت بردارک، سرت بردار ای سجده، دیگه گریه نکن، بردار سرت. قل یسمع، بگو چیزی میگوی گوشت میکنم، سل تعطى، بپرس چیزی میپرسی برای تو میتونم، و شفاعت و شفاعت که امروز شفاعت کنندتی. وقتی همه را حساب کتاب میکردن میگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی دیگه پیغمبرها و مؤمنها میبردن در جنت داخل میکردن. یک گروه گناهگارای امت خداوند برای نشون دادن که اگر همین پیغمبر تو نمیبود حال شما بود چی بود، عذاب شما چی بود، دوزخ میبرده. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت داخل شدگان قطع حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح دیگه پیغمبرها در گردش میگه جناب رسول در یک تختی بلند نشسته، حضرت آدم در طرف راست، حضرت نوح در طرف چپش، در حدیث میگذره. بعد میگه در همین حالت حضرت جبرئیل با پل صراط میگذره، نگاه میکنه که یک گروه گناهگار امت در عذاب در دوزخ. بعد اونا میگفتن که ای جبرئیل برای حبیب ما را، پیغمبر ما را، این حالت ما خبردار که ما در دنیا با امید شفاعتی او بودیم، خودش رفته است در جنت در راحت، ما در عذاب میجه، برای خبر که حال ما را برای پیغمبرمون. میگه جناب وقتی جبرائیل میرفته است در جنت میدرمه که جناب رسول الله در سرش یک تاج نور موندگی، حضرت نوح در یک پیمانه جنت میگم شربت های جنت ریختگی داده شده در دست شما ناخورده حاله. بعد جبرائیل میگه که ای محمد، میگه تو در عیش عشرت در خوشحالی امت در عذاب. میگه وقتی جناب رسول الله سخن میشنیده همون چیز ایدش میافتاده، میگه ایدش میافتاده، میگه یک گروه امید شفاعتی او بودیم، خودش در راحت ما پیغمبر میگه کفاش بدوی. اما پیغمبر میگه